سلام به همگی دوستان عزیز. بعد از مدت ها خب اومدیم توی آپارات. آقا بدش تو این مدت کجا بودی فلان ملان. من کجا بودم؟ خونه گرفته بودم خوابیده بودم با خدا. هیچکاری نمیدونم، مشغول این خوردن امتحان داریم، امتحان چرت و پرتی، هم چت جی پی تی یا فلان و خلاصه نگم براتون، اصلا چرت و پرت همه چی. خب اومدیم با بازی مای سامر کار، بازی که میدونم خیلیاتون میشناسید، البته ممکنه نشناسید بیشتر، نمیدونم یه مطمئنم که بیشترتون دیگه خلاصه این بازی میشناسید، بازی مای سامر کار. خب ما نمیایم پارت کنیم که چی، بیایم ماشین رو بسازیم، انجین جمع کنیم فلان و فلان. اگه البته شما حمایت کنید میام چیکار میکنیم؟ میایم ماشین رو میسازیم، آموزش ساختن ماشین، جمع کردن، سیم کشی فلان، میایم پارت میکنیم، میریم جلو بازی مرحله ها رو اینا. ولی ما الان نمیایم کارا رو کنیم. صندلی بردم پایین. خب ما نمیایم کارا رو کنیم. جاش یه سیو از دوستام گرفتم، سیو بازی مای سامر کار که چی؟ که آقا سیوه رو بریم ببینیم آقا این اصلا رفیق ما چیه ماشین جمع کرده برای خودش، این همه ادام کنه آقا ماشین من 140 تا اگه اشتباه نکنم گفت میره. خب این اصلا ادعا کرده واقعی میره، چیه؟ فیک یا موزه؟ کیک یا موزه؟ کیک یا واقعیه؟ آره ببینیم آقا اصلا اوضاع چه قراره. ممنون میشم لایک کنید، دنبالم کنید و برام کامنت بذارید که آقا بیشتر مثلا این بازی رو اگه حمایت کنید بیشتر این بازی رو بریم و آموزشات بیشتری ازش میذاریم، چون که کلی نکات در این بازی دارم خودم و قراره دوباره برگردیم با آپارات و شما حمایت کنید و دیگه بهتره کنیم آپارات رو با هم دیگه. خب بچه اینجا که منوی بازیه، اینجا ماشین رو چرت و پرت. خب کانکت رو میزنیم. now loading year 1995. الان در حال لود سال 1995. بچه من دکمه اینا رو بلدم، عقب یاد گرفتم و اینا که توی ویدیو آماده باشه، هم دیگه سوتی موتی ندیم جلو شما. آره خلاصه بچه ها سیستممونم تیونینگش کردیم، خوشگل کاریش کردیم، همون سیستم قبلی است. خب به کسی نگید بین خودم، همون سیستم قبلی است. خب که ویدیوهاشو گرفتیم آموزش این که چجوری یه سیستم زغالی قدیمی و چجوری آگواریومیش بکنیم. بچه ها آگواریومیش کردم، توش معلومه فن گذاشتم، فنار رنگی و اینا با کمترین بودجه. بچه ها بازی هم لود کرد، ویدیوهاش در حال ادیت شدنه، توی هر شورت ویدیوش میکنیم، هر ویدیوهای بلند دیگه در حال ادیت دیگه. خلاصه دیگه توضیح اضافه ندم، پر حرفی میزنم، زیاد میزنم بچه ها، زیاد میزنم ولی خودم. خب بچه بازی اومد، تنظیمات رو ببینیم آقا اوکیه، تو بازی لگ نخوریم دیگه. خلاصه داره ویدیو رکورد میکنیم. آره یه خورده من اینو بیارم پایین تر. بیا پایین دیگه. آره خب نایستا بیا پایین. خب آقا ما اینجا یه سیگار برمیداریم. سیگار خوب نیست بچه ها، ولی خب یه سیگار روشن میکنیم، یه دودی میزنیم. اوه تاها بابام کو خلاص بچه. خب چشاتون رو ببندید، آماده باشید، قراره یه صحنه زیبا ببینید. دارا بعد تلفن زنگ زد. ای خدا این تلفن رو عبق بکشید آقا، بازی میکنید این تلفن نامسا بکشید. البته اگه نمیخواید مرحله برید نامه فکرم یه لحظه کشیدم چی شد، دیدم کنتامونتور و فیوز یا که اصلا پر کرده ها. خلاصه این ماشین مای سامر کار فول تیونینگ شده بچه ها.
اصلا بچه‌ها بعد رفیق با تکسچر بازی میکنه، به خاطر این خورم اینجاست حالت قهوه‌ای طور با اون خیلی قشنگ‌تره توی سیستممون، چون که تکسچر ریخته ما نریختیم. خلاصه این بازی ماشین وایسا میکنه. وایسید من زیر کابوت هستم بهتون نشون بدم. این پینا رو من باز کنم یه دقیقه. اداش کابوتش هم پیندار گذاشته 2 ساعت فقط باز کردنش طول میکشه آقا. نه کابوتا چی کن معمولی ها بذار یه دقیقه یه دکمه یه سیمه میکشیم باز میشه تمام میشه میره دیگه. خب کابوت اومد بالا همینجوری که میبینید. چوسی 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 برو اینجا. کابوت دارم برمینه که لحظه خودم هنگ کردم. خب بچه ها همینجوری زیر این کابوت هیچی نیست، فقط ظاهر ماشین تیونینگ شده و نیتروژن بسته شده. البته دقیق نمیدونم، شاید موتوریتش رو تقویت کرده باشه، نمیدونم تقویت کرده یا نه، والا که نمیدونم تقویت کرده یا نه، ولی اصلا ماشین رو فول تیونینگ کرده. میبینید همه اینا رو پر کرده. اینجا قطعاتی که ماشین باز شده اینجاست، همه آچارا رو آچار یه دونه اینا گرفته، فرمونا، لاستیکا، باتری شارژ کنه، اینا همه چی اینجاست بچه‌ها. روکشا همه رو خریده دیگه، اصلا پولدار. بعد پولش 3000 تا شرج داداشمون چیته. آره بعد بچه‌ها به من گفت شاید این گلگیرش پیچ شل باشه، اگه کنده بشه نمیدونم، وایسید نگاه کنم. نه سفت او واقعا شاید. آره بشین تو ماشین بزنیم به دل اتوبان یا نه. آقا لیتس گو. کابوتم نمیبندیم. چرا؟ چون که ماشین تهویه‌اش بهتر باشه دیگه. این در اوه تو ماشین رو نگاه. وای 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 دلم، وای 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 دلم، وای دلم. خب اینتر میزنیم، رفتیم تو حالت رانندگی. اینجا سویچو میندازیم بچه ها. آها بچه ماشین روشن شد. دستی رو بدیم پایین، اصلا یه خورده صدا رو زیاد کنم. بک فایر رو دیدی یادی هستن. اوه اصلا بک فایر میزنه. خب برو دیگه دنده یکه. دستی زیاد بچه ها چه نداده بودیم پایین. آها مویرت کنیم جرام. عجب ماشینی خدا وکیلی ها. بعد دوندن بک فایر میزنه. بک فایر بگازینم. در اومدیم تو باقالی ها. پیش بالا
مایک سامیتون بازی کردیم با ماشین خانه کردیم که اونم با خرسه از طریق درست چون بگید من خزانه داشتم با بگید خزانه نداشتم دیگه آقا جان میکنم ماشین خاموش پایر میزنه این آخر یه شاتون میزنه بچه شاتون زد بچه به خدا که شاتون زد دیدی گفتم شاتون زد یه طبقه آخر طرف موتور اومد وای آخه با این سیگت ماشین آخه بک فایر میزنه معلومه بک باد میره داداش وایسی دقیقه من پیاده شم هستم شو در باسون اصلا بچه ماشین تو باقالی هست سان فرانسیسکو چرا اینجوریه منم تو باقالی هم بچه اوه بچه ماشین اینو وایسید من گلش بدم باسی میشه آره خب این چی افتاده رو زمین بچه وایسی اصلا شهر عجایب این موهای سامه بار برو عقب یه چی اینجا افتاده بود اینها این چیه یاتاقانه ای بچه یاتاقانه بچه پیستونو نگاه وای آجی وای پشمام پیستون میلن کج شده وای نگاه پیستونو وای نگاه یاتاقانو بچه این یاتاقانه ها کسایی که نمیدونن وای بچه اصلا به این سیو رفیقاتون اعتماد نکنید میخوان یه ماشین خراب بدن دستتون که فقط چی باشه دیگه ببینن تو ویدیوتون آره وای خاجی پیستونو نگاه پیستون از موتور در اومد آی حاجی این ویدیو هم بخوای من باید بعد همینجا به پایان برسه دیگه ماشین روشن نمیشه دیگه پیستون در اومده گلگیر خوب این که گلگیر جلوه بچه گلگیر خوب بچه ها گلگیر نیست چیکار کنیم بعد باید ویدیو به پایان برسه خب بچه ها اینم از این ویدیو دیگه نمیتونیم کار دیگه ای انجام بدیم پیستون زد به رفیقاتون نتیجه اخلاقی این ویدیو به رفیقاتون اصلا اعتماد نکنید اصلا من نیستم خداحافظ شوخی کردم بابا شوخی کردم اصلا به ویدیو بچه‌ها به رفیقاتون اعتماد نکنید یه ماشین همشه خرابه چرت و پرت بهتون میدن اصلا خلاصه دیگه این ویدیو امیدوارم که ویدیو لذت کافی رو برده باشید و خوشتون اومده باشه تا یه ویدیوی دیگه مستر تاهایی یادم نشد اینجوری کردم گفتم اصلا خب بگم خداحافظ تا یه ویدیو دیگه استدایی بمونید خداحافظ داشتی میرفتی نرو لایک دنبال کامنت هم بذار و بای بای